شيف باور که پوک شدم پوک با چی با؟ اینمی دفترdan 1000 تا کلمه نوشتم 1000 تا کلمه نوشتم شب و روز از یادشون میکنم شب و روز میخونمشون نه که در وقت گپ زدن یگان تاشه استفاده بردن نمیتونم خیلی از یاد میکنم تمام کلمه را خیلی از یاد میکنم اینم خیلی یک طرف تاجیکش میخوام انگلیسیش اول میگم permission اجازه decision خلاصه save سخرانید با طرف انگلیسیش میخوام تاجیکش میگم اجازه permission خلاصه decision سخرانید save تمام گوش کردنه با جای که 1000 کلمه را مینویسی رو خط کرده از یاد میکنی collocation از یاد کن collocation یعنی که عباره یک کلمه که فعل با همراه اسم یک جا میشه یعنی collocation میگن collocation از یاد کن خیلی که مثال هم کلمه هاجو گفتی چی بود permission انا همون permission همراهش فعلی get مون میشه